فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بله، بیننده بعدی ما سوالشان این است که آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم و دیگر پیامبران در قبرهایشان زنده هستند و آیا بدنهایشان میپوسه و یا خیر، و آیا از امور مردم با خبر هستند و یا خیر؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و سایر پیامبران الله جل جلاله در یعنی بعد از وفاتشان و در گذشتشان از زندگی دنیایی در نوعی از زندگی برزخی طور مستمر زنده هستند و دارند. الله تبارک و تعالی جسدهای آنها را هم بر خاک حرام گردانده که جسدهایشان هم از بین نمی رود و تا به آخر باقی میماند. اما موضوعی که آگاهیشان به جریاناتی که در دنیا میگذرد در بعضی روایات آمده، اما راجح است که یعنی ما آنها به قسمی که در آیات قرآن کریم در آیات متعدد قرآن کریم آمده که چیزی از جریانات دنیا را نمیدانند و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، در میان آنها و در میان افراد زنده بشریت فاصله است، پرده است تا به روزی که دوباره برانگیخته میشن و ما یشعرون ایان یبعثون، و از خود هم نمیدانند که چی وقت دوباره برانگیخته میشن و زنده کرده میشن. راجح در این مسئله همین هست، اگرچه رأی و دیدگاهی هست و بعضی روایات که تعداد زیادی از علما اونها را نقد کردن وجود داره، به بیانگر یکی چیزهای به اونها تقدیم میشه.